گفتن یه قماربازی هی میباخت و به زمین زمان کفر میگفت، به جبرئیل و میکائیل و میکشید اینا. قماربازی رفیقش گفتن ما دیگه با تو بازی نمیکنیم. گفت چرا؟ گفت برای اینکه کفر میگی بعدش عصبانی میشه اینا، میبازی اینا. گفت نه دیگه کفر نمیگم. گفتم بعد شکر بکنیم. این باز نامرده اومد و سقاپ و ریخت و اینا باخت. گفت خدایا شکر. این شکره، این همون فوشاست منتها حالا اسمش عوض کرده. ما هم گاهی اوقات میگیم خدایا شکر. کسی یه نون خشکی داشت میخورد و شکر میکرد. گفتن خب چی داری میخوری شکر میکنی؟ گفت دیگه اگه خودش بدونه از 100 تا چیز براش بدتره. گفت از 100 تا ناسزا بدتره. که شکر به کلمه شکر که نیست. یه ناشکری اصلا یعنی چی؟ یعنی من قبول ندارم کمه. این چیه سهم مورد دید؟ ما هرچی خداوند بهتون میده میتونین تلاش بکنین بیشترش بکنید، بیشتر به دست بیارید. ولی مهم اینه که با حاصل دسترنجتون اگه 1 تومن بود 100 تومن بود